زنده باشی. از کجا اومدی آقا؟ کجا میری؟ میرم شهر. شهر؟ از کجا میای؟ از زیزرات. بعد چقدر تا اینجا راهه؟ تا اینجا نیم ساعت راه. نیم ساعت الان پیاده اومدی؟ بعد چقدر دیگه باید بری؟ 2 ساعت دیگه بعد. 2 ساعت بعد پیاده باز بری؟ بله. خب چرا این همه را پیاده داری میری؟ چه کار کنیم؟ ماشین نیست. خب بعد میری برای چه کاری؟ میرم شهر. خب شهر چی کار؟ شهر میریم اونجا. خب شغلتون چیه؟ کارگری. کارگری؟ قبلا چیکار میکردی؟ کشاورزی. کشاورزی. از کی رها کردی کشاورزی؟ از 2 سال 3 سال قبل. روستایی از روستا تا اینجا 2000 تومان کرایه میدم. اینجا میاد لب خیابون وای میسته که کار کنه، با بیل واسطه که ببرن جناب عالی ببره سرکار. آقا تا ساعت 10 اینجا واسطه هیچ کار نیست، باز 2000 تومان میده بیره. این از کجا بیاره بخوره؟ 5-6 سر عائله داره. شهر زابل، جایگاه کارگران. زابل اصلا کاری یعنی چی کاری نیست؟ کاری نیست، نه بنای نه کاسبی، هیچ کاری نیست، درآمدی نیست. خب الان شما چند روزه میای اینجا؟ هر روز کارتون همینه؟ خدا 15 تومانی میرم، برای 1000 تومان هم اینجا رفتن. بله کاری. برای 1000 تومان یه روز رفتن کارگر؟ برای 1000 تومان طرف میره 2 ساعت کار میکنه. پول نون به خدا نداریم، از اون خونه میگیریم. یعنی من در حالی که بنام هستم الان 1 سال من اگه 10 روز کار کرده باشم. سیستان، هیرمند، بخش اکبرآباد، روستای سدیس سنچولی. خب شما چرا موندی؟ ما دیگه جای نداریم بریم، پولی نداریم که بریم که تو شهر جای یک منزل بگیریم کرایه خونه بدیم. بله همه خالی ها. کدومش الان اینجا بغل خالیه؟ الان اون خونه خالیه که چند روز جلوتر مهاجرت کرده. چند روز جلوتر رفتن؟ کمیته امداد خونش رو ساخته اونم رفته؟ خب چی بخوره تو خونه کمیته امداد؟ چی بخوره تو این خونه؟ دکتر میگه یه قرص میده بخوره دیگه. نمیتونی بری جایی درمان کنی؟ نه. یه پول نداری ببری بدی اونجا؟ نه. خب الان اینجا چی کار میکنی؟ هیچی. دو تا بچه داره دیگه، خدا کمک میکنه دیگه. شوهرتون چقدر درآمد داره اینجا؟ من شعر ندارم. شعر مرده. ترسن حرفشونو بزنن، ترسن حرفشونو بزنن مردم. نیست استاندار چیکار میکنه، فرماندار چیکار میکنه، ما کاری به کار نداریم. شما داری فیلم بردار، دوربین تو ببند آقا. الان آثار تیر هست. آقا ساکت، آقا ساکت، آقا ساکت، آقا ساکت. شما آقا نوبت رعایت. باشه. منطقه سیستان. ببینید منطقه سیستان یه منطقه‌ای هست که منطقه کشاورزی بوده، آب و آبادانی داشته، دریاچه‌ای داشته، کشاورزی، صیادی، صنایع دستی، دامداری و اینجا انبار غله ایران بوده. سال 78 کاملا دیگه اون چاله ها خشک شد و ماهی ها در تله افتادن. اون 150 تن ماهی خشک در چاله هایی که بهش تو زبان محلی میگن چونگ خارج کردن و برای کارخانه‌های فرستادن که پودر بشه برای مصرف طیور. شما
مادر بچه همون میفهمین در کجا هست. مسئولین میفهمن کجا هست که میان از تهران میان اینجا که جیبشون پر میکنن جلو استانداری میان میگیرن. سیستان، هیرمند، اسکله اربابی. الان 15000 سیاه شغلشون کلا به کلی از دست دادن. علاوه بر این که شغلشون از دست دادن، این شغل صیادی که اصلا جزو یک شغلای مثلا درآمدزای منطقه بوده. اگه بگیم که شغل کلا از بین رفته، دیگه شغل نیست، اصلا سرزبونا نیست. چی روز 50 تا 60 تن هر شرکت تابونی ماهی تحویل میگرفته. یعنی در روز 200 تن بار ماهی تو زابل میرفته شهرستان. پروتئین کل استان رو همین روستا تامین میکرده. پروتئین دریایی رو الان از مرغابیش بگیریم، نمیدونم از ماهیش بگیریم. خیلی هم رفتن، کسی نیست دیگه که الان این روستا حدود دور برای 190 خونه تا 200 خونه با جمعیت داشته. 600 نفر جمعیت داشته برای سیل صیادی اینا. الان فکر نکنم یعنی 10 نفر باشن، نیستن 10 نفر، همین هستن که دیگه میبینیم. همین هستن دیگه. کسی هم که میاد تا همین اسکله ما میاد از اونجا برمیگرده میره. دیگه از این اهالی کسی سوال نمیکنه آقا شما مرده اینجا چی میخوری، چی داری، چی نداری. صبحانه یک تخم مرغ دار باشه پزو داری چی؟ هم نون خشک است. نون خشک کسانه هم نون خشک شو مردم ببینه که خرن داره. هم یارانه وقت یارانه اگه مردم کلا نبتمونده. شما یک شو اگه بیا داری خاک زندگی کنه و یک باد طوفان اگه شما بیا زندگی کنه یعنی از ظلم فهمش ما. الان یک پسر دار و شهرستانه هم تک ازدواج کرده، یک هفته پیش من بیده از دست بدبختی رفته پسر. شوهرتون چی اونم رفته؟